جالبه بدونی بیشتر آدم‌ها شکست نمیخورن چون تنبل هستن، چون اونها به سیستم انگیزه‌شون وابسته هستن و چون سیستم انگیزه خیلی آپ اند داون میشه و در واقع ناپایدار هستش، در نتیجه اعمال و رفتار و گفتار شما هم بر اساس اون ناپایدار میشه و نتیجه مطلوبی رو که میخواستین بگیرین رو نمیتونین بازتاب بدین توی زندگی روزمرگیتون. اما مغز ما به انگیزه هیچ علاقه‌ای نداره، اون فقط به دنبال آسون‌ترین و کم هزینه ترین و کم انرژی ترین مسیر هستش، در واقع مسیر بقا. برای همین بعضیا حتی وقتی که بی‌انگیزه هم هستن باز ادامه میدن. موفقیت معمولا نصیب همچین افرادی میشه. در این ویدیو نمیخوام در مورد این صحبت کنم که قدرت اراده و اینکه تاثیرش چی میتونه بشه، هرچند که ارتباط خیلی نزدیکی دارن، ولی میخوام نشون بدم که چطور میتونیم مغزمون رو طوری طراحی بکنیم که به سمت موفقیت و نظم پایدار بره و در واقع این سیستم شدنی هستش، چون که مغز ما قابل در واقع آموزش هستش و میتونه خیلی چیزا رو آداپته کنه با خودش و این مهمترین قابلیت هستش که ما میتونیم به صورت طبیعی از این استفاده بکنیم. انضباط در واقع تحمل رنج و زور نیستش، اینکه خودمون رو به نوعی شکنجه بدیم به کارهایی که دوست نداریم انجام بدیم. در واقع طراحی و معماری رفتار هستش و یا طراحی و معماری افکار توی ذهنمون هستش. این سبب میشه که ما سیستمی رو توی زندگی خودمون به وجود بیاریم که بتونیم ازش به نفع احسن استفاده کنیم. تو این ویدیو مواردی که میتونین یاد بگیرین این هستش که من به شما یک سیستمی رو یاد میدم که میتونین باهاش خیلی راحت توی زندگی روزمرگی خودتون بتونین نظم جدیدی ایجاد بکنین بدون اینکه انرژی زیادی ازتون بره و بتونین این رو تعمیم بدین به کلیه مواردی که باهاش در واقع درگیر هستین. حتی میتونین روی اونها هم اعمال بکنین. توی مغز ما سیستمی که هستش یک نوع سیستم دوپامین بیس و بر اساس پاداش هستش و از اون مهمتر این گنگلیون سیستم ها هستن که اینها باعث میشن که چیزهای کوچیک رو به صورت در واقع عادت کوچیک تبدیلش کنیم و به صورت سیستم دیفالت برای مغز برای انتخاب هامون قرار بدیم. و در نتیجه وقتی مغز این رو یاد میگیره دیگه فرسوده نمیشه از این قدرت تصمیم گیری، اینکه هی بین انتخاب ها و مواردی که هستن هی به صورت لوپ باطل بره برگرده تا اینکه یک انتخابی بکنه، چون این انرژی زیادی از شما میگیره. به اسم این سایت خوش اومدید، جایی که به بحث درباره علم و ابزارهای مبتنی بر شواهد علمی میپردازیم. من حسام باقری هستم، محقق در فیلد نوروساینس و در حوزه علوم اعصاب فعالیت میکنم. در ابتدا میخوام شما رو با این مفهوم آشنا بکنم که اصلا طراحی رفتار و یا طراحی افکار چی هستش. با یک مثال ساده که به یکی از کلاینت های خودم این رو پیشنهاد دادم میتونم برای شما هم این رو شفاف سازی بکنم. وقتی که شما فرض کنین یک فردی رژیم گرفته ولی در مقابل شیرینی و شکلات ضعف عجیبی داره و نمیتونه خودش رو هیچ عنوان کنترل بکنه و خب طبیعتا این به رژیم این فرد آسیب میزنه. چیزی که ما اومدیم اینجا انجام دادیم این بود که کنار این شیرینی و شکلاتی که توی حالا یخچال و یا باکس هر موردی دوست دارین تصور کنین بود، بغل اینا اون مواردی که توی رژیم این فرد بود و خودش هم خب دوست داشت این رو هم میان اینا قرار دادیم و هر باری که این فرد میخواست که به سمت شیرین و شکلات بره در اوایل عامدانه و آگاهانه اون چیزی که حالا خب دوستش هم داشت و به رژیمش هم ضرر نبود اون رو انتخاب میکرد. بعد چندین بار مغز ما به صورت اتوماتیک یاد میگیره که اون رو به صورت سیستم دیفالت قرار بده و با اینکه خیلی دوست داره شکلات و شیرینی بخوره، وقتی که این صحنه رو مشاهده میکرد اتوماتیک اون چیزی که برمی داشت دیگه شیرینی و شکلات نبودن. اون غذایی که بود که این فرد قرار داده بود اونجا و
اون رو در واقع انتخاب میکنه. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینه که شما دیگه در معرض انتخاب‌های متعدد که توی ذهنتون پاپ میشه قرار نمیگیرین و این خیلی باعث صرفه‌جویی انرژی ذهنی و روحی حتی شما میشه. به نظرتون تا حالا سوال شده واسهتون که افراد خیلی موفق، خیلی ثروتمند چرا اینا لباس ساده میپوشن یا لباس یک رنگ حتی مثلا میپوشن؟ نه تنها وقت ندارن، بلکه نمیخوان ذهن خودشون رو در معرض تصمیماتی قرار بدن که باعث میشه که انرژیشون هدر بره. چون 30 الی 40% آمار خیلی بزرگیه ها، این 30 الی 40% باعث در واقع افت پتانسیل و خلاقیت شما میشه وقتی که مغزتون رو با تصمیمات کوچیک در زندگی روزمره‌تون خسته میکنید. حتی در انتخاب غذاها و یا اینکه صبح مثلا پا شدین اینکه کدوم لباس رو با کدوم ست کنم، چی بپوشم چی نپوشم، کدوم کفش رو چیز کنم، موهامو چجوری چیز کنم. این به معنای این نیست شلخته بودن، یعنی یک مسیری و یک دیزاینی برای زندگی خودتون ایجاد میکنین که اینها رو براتون ساده تر میکنه و این خیلی تفاوت داره با اینکه مثلا بی‌دقت باشین و یا شلخته باشین. این فقط یک مثال بود، مفهوم رو دریابید اینجا. پس تنها کاری که میتونین تعمیم بدین این رو برای کل روتین های زندگیتون یک سیستمی رو ایجاد بکنین که انتخاب براش خیلی ساده باشه و در عین حال در راستای اهداف شما هم بشه، یعنی یک چیزی نباشه که مضر باشه دوباره. چون در محیطی که انتخاب شما آسونتر و مطلوبتر بشه، شما بیشتر مستعد رشد در اون محیط هستید. واسه همین هستش که میگن محیط خیلی مهمه. حتی یک ضرب المثلی هم داریم، حالا ضرب المثل ترکی هستش ولی خب معادل پارسیشو من میگم بهتون. عروس نمیتونست برقصه چون زمین کج بود. این ممکنه درست باشه چون واقعا کج بود و نتونست برقصه. این رو تعمیم بدین. این همون سیستمایز کردن محیط هستش. شما آمدانه خودتون میایین در واقع مواردی رو میچینین به صورت سلسله‌وار با انسجام که در راستای اهدافتون هستش. این میمونه که فرض کنین یک وزنه سنگینی هست یا یک جسم خیلی سنگینی هستش و میخواین این رو از مکان A ببرینش B. هرچند که انرژی و قدرتش هم داشته باشین که این رو هول بدین تا از A به B برسه، خب چقدر انرژی صرف شد اینجا؟ هرچند که خب انرژی هم داری. ولی اگه بیاین در واقع زیر این شما ریل های کوچولو قرار بدین، با آروم هل دادن این شما میتونین که به صورت خیلی مؤثر و با انرژی کمتر این رو از A به B برسین. همین قرار دادن ریل ها و زاویه و مسیر اون و حتی میتونیم شیب و ارتفاعش هم در نظر بگیریم و اندازش، این خیلی ساده از تمثیلی بود که شما یک دیزاینی انجام دادید. این رو برای چون دیده نمیشه نمیتونین تصور کنین ولی خب هستش. این رو میتونین برای افکارتون، برای مواردی که ذهنی هستن هم انجام بدین با ایجاد رفتارهای تنظیم شده و مهندسی شده. امیدوارم که مطلب رو من تونسته باشم به شما انتقال بدم. این رو حتما توی بخش کامنت ها واسم بنویسین و این رو امتحان کنین. حتی در مطالعات بالینی که سال بولتنش 2023 انجام شده در زمینه ترک اعتیاد و رژیم، جایگزین‌های مرحله به مرحله و آرومتر خیلی مؤثرتر از روش‌هایی بودن که به صورت ناگهانی و یا به اجبار بودن. اینها پایدارتر موندن چون این سیستم گنگلیون‌های ما توی مغزمون این رو به صورت سیستم دیفالت قرار دادن و رفته رفته این رو یاد گرفتن و بدون اینکه سبب در واقع این بشه که انرژی زیادی از ما بره، این در واقع عادات رو انجام دادن و عادات تبدیل به بزرگ ساختار، تبدیل به رفتار میشه و رفتارهای ما
تبدیل به سرنوشتمون میشن. همین چیزهای کوچیک سبب میشه که ما بتونیم توی یک موقعیتی بمونیم، توی یک سطحی از انرژی بمونیم، ارتقا یافته بشیم و یا افت پیدا کنیم. یک نتیجه گیری کلی اگه بخوام واسهتون بکنم اینجا، انضباط واقعی نه رنج هستش نه اجبار، بلکه علم طراحی رفتار و افکار هستش. مغز ما برای تداوم در واقع تکامل یافته و به رفتارهای پایدار و ساختارهای پایدار نیاز داره، نه به انگیزه که خیلی آپندان میشه و مثلا فرار هستش، چون هیچ وقت تو حالت پرفکت ما نیستیم، هیچ وقت تو حالت هایپر فوکس نیستیم. این رو باید خودمون ایجاد کنیم برای خودمون. در علم نوروساینس به این میگن انضباط حاصل همافزایی میان پیش بینی پذیری محیطی، تکرار مکرر و بازخورد پاداش‌های کوچک مستمر هستش. در این چارچوب آزادی بازتابی از نظم هستش، نه فقدان اون. این رو به این دیدگاه نگاه نکنین که برای ایجاد نظم حتما اجبار هست. انرژی هست ولی اجبار نیست و انرژی به صورت اگه بهینه وارد سیستم بشه، این سیستم میتونه به صورت بهینه و خیلی مؤثرتر ران بشه. این رو از یاد نبرین که هر چقدر پیچیدگی توی زندگیتون کم بشه و این رو عامدانه ایجاد کرده باشین، این خودش یک پیچیدگی منظم برای شما ایجاد میکنه و پیچیدگی که قابل پیش بینی هست واسه خودتون و این سیستم کمک میکنه که مغز شما دیگه برای موارد خیلی کریتیکال و مهمتر انرژی بذاره و سطح انرژی شما و ذهن شما همیشه شارپتر میمونه. به این موارد دقت کنین. همین خیلی چیزای کوچیک سبب در واقع رشد و توسعه فردی میشن که اکثرا دقت نمی‌کنیم. اگر از این قسمت از اپیزود واقعا لذت بردید و چیزی یاد گرفتید و تونستید ارتباطی برقرار کنید، ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و حمایت بکنید، چون این کم هزینه ترین و کم انرژی ترین حالتی هستش که میتونید حمایت بکنید. و اگر موضوعی هستش که میخواین تو کانال حساب اینسایتس به صورت خیلی علمی و پرکتیکال و عملی به اون بپردازیم، توی بخش کامنت ها بنویسید، توی تعامل باشید تا من بتونم براتون در مورد اون موارد ویدیو بسازم. ممنون که به علم و دانش اهمیت میدین، در واقع دارین به خودتون اهمیت میدین. شب و روزتون خوش، تا ویدیوی بعدی، بدرود.